من مثل گردان و این اولین ویدئویی که قراره توی چنل من آپلود بشه. خب اول از همه اینو بگم که این چنل یک چنل صرفا آموزشی نیست، قراره توش کارهای مختلفی انجام بشه و محتوای مختلفی گذاشته بشه. خب دیگه این بستگی هم به خلاقیت من و هم به کمک‌های شما داره که چه چیزی رو بیشتر دوست داشته باشین یا حتی اینکه چه جوری حمایت کنید. خب جدا از همه اینها به این میپردازیم که اصلا قراره چیکار بکنیم و کاری که من انجام میدم چیه و اون ایده هایی که دارم و اون پروژه هایی که دارم اصلا در چه مورده و چه شکلی قراره انجام بشه. خب اینو بهتون بگم که اولین چیزهایی که من می ساختم و ازشون ویدیو می گرفتم موشک هایی بودن که با خب سوخت جامد ساخته می شدن. اینا خب موشک های کوچیکی بودن در حد مثلا ترقه بازی چهارشنبه سوری و اینا و خب تستای کوچیک و اونقدر ساده بودن که خب میشه اصلا اهمیت نداشته باشن، ولی خب کم کم مهم شد، کم کم برام انگیزشی شد، کم کم برام یه جورایی تبدیل به افتخاری شد که این چیزها رو درست کنم و خب همینجور که جلو میرفتم به این فکر میکردم که اینها رو بهتر کنم و خب بیام و یک جنبه جدیدی رو به این کار صرفاً تفریحی خودم یک جنبه جدیدی رو اضافه کنم و خب این جنبه در واقع علمی تر شدن و مهمتر شدن این قضیه بود. قرار شد پروژه مختلفی رو انجام بدم و خب برای خیلی از اینا برنامه ریزی کردم، مثل ساختن هواپیما، ساختن حتی زیردریایی، قایق، ماشین و خیلی چیزای دیگه و خیلی تجهیزات دیگه که شاید به دردم میخوردن تو این مسیر. خب پروژه مختلفی رو امتحان کردم، کارهای مختلفی رو انجام دادم که خب نسبتا کوچیک و سطحی بودن. خب دلیلش این بود که اولین که پشتوانه مالی خیلی بزرگی نداشتم و جدا از اون خب اون امید و اون هیجانی که خب بالاخره پیش میاد، اون احساس مسئولیتی که هست و نداشتم و خب به این فکر افتادم که برای اینکه خودم متعهد کنم که بیام و در واقع این کار انجام بدم، اول اینکه بیام یه خانواده‌ای توی این کار برای خودم تشکیل بدم، بیام کمک بگیرم از افرادی که هستن و این کارها رو دوست دارن، به این کارها علاقه دارن و خب قبلتر یوتیوب رو میشناختم و خواستم بیام و این ویدیوهایی که میگیرم معمولا انجامشون میدم و خیلی کارهای دیگه میکنم که تنهایی هستن و بیام در یک فضای جمعی در واقع به اشتراک بگذارم و از بقیه هم کمک بگیرم تا این کارها رو انجام بدم. از دوستانم کمک گرفتم، خب خیلی کمک نکردن، خیلی براشون اصلا مهم نبود، اما خب در واقع اون فردی که قراره این ویدیوها رو ادیت کنه و ادیتورم در واقع ادیتور این چنل خب به من کمک کرد، دوست خوبم که باعث شد اصلا این چنل زده شه و خب این مسیر رو کمک کرد تا ادامه بدم. این ویدیو خب یک ویدیو کامل و خیلی جامع نیست، ولی خب یه جورایی معرفی میکنه که قراره تو این چنل اتفاقایی بیفته. خب پس زیادی هم وقتتون رو نمیگیرم و بهتون این فرصت رو میدم که برین تا و بقیه ویدیوهایی که قرار آپلود شدن رو ببینید و از اونها لذت ببرید. ویدیوهایی که قرار آپلود شدن تو این مدتی که حالا قرار بگذره ساخت یک سری وسایل ها هستن که مطمئنم براتون جالبه. یه سری چیزایی که به عنوان اسباب بازی استفاده میشن اما ساختن اونها خیلی لذت بخش و ممکنه خیلی بهتون حال بده. شاید یاد گرفتن اینها حتی باعث شه دیگه خیلی چیزا رو از جاهای دیگه نخرید و خودتون بسازید، چون خیلی ساختنشون ساده و لذت بخشه و خب خیلی کارهای دیگه که شاید دوست داشته باشید اونها رو انجام بدید. جدا از همه بحثایی که کردیم و حرفایی که زدیم، این چنل رو سابسکرایب کنید، به بقیه دوستانتون معرفی کنید، این ویدیو رو لایک کنید و خدا حافظ تا ویدیوهای بعد.